به نام خدا. خودرویی که مشاهده می‌کنید واشر سرسیلن سوخته. نشانه‌های سوختن واشر سرسیلن چیه؟ یکی اینکه ماشین شدیداً آب کم میکنه. یکی دیگه درب موتور رو که باز میکنیم داخل درب حالت شیری رنگه یا به اصطلاح سفیدک میزنه که این الان چون تازه ما پاکیش کردیم دوباره یه ذره سفیدک رو داخلش میبینیم. مورد بعد زمان استارت زدن به آب داخل رادیاتور نگاه میکنیم و حباب‌های داخل آب یکی از نشانه‌ها. کمپرسی که میبینید الان داخل رادیاتور که به این شدت هست از نشانه‌های سوختن واشر سرسیلنده. حباب‌هایی که میبینید داخل آب رادیاتور یکی دیگه از نشانه‌های سوختن واشر سرسیلنده. یکی دیگه از نشانه‌ها وجود دود از اگزوز خودروست که دود سفید رنگه یا اینکه قطرات آب از اگزوز در زمان گرم بودن از با هنگام گاز دادن از اگزوز خارج میشه. همونطور که مشاهده